سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و شب روز خیلی خوبی رو داشته باشید. من بعد 6 ماه دوباره دارم داخل کانال یوتیوب یک ویدیویی رو آپلود میکنم و دوست دارم این ویدیو چون استارت امسال هست و امسال هیچ کار ندارم و سعی میکنم بیشتر توی سوشال مدیا تمرکز کنم، ویدیوهایی که حالا تجربه شده، مباحثی که وجود داره رو باتون شیر کنم و در اختیارتون قرار بدم. توی این مدتی که ما نبودیم، بذار این رو توضیح بدم. داشتیم روی یک اکسپرتی کار میکردیم که سعی میکنم در مورد کاربرد اون اکسپرته و نحوه کارش براتون ویدیو بسازم که حالا تکمیل شده، ولی خب با توجه به اینکه حالا بروکرهای خیلی کمی با اون شرایطی که ما داریم خدمات میدن، نتونستیم هنوز لانچ کنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم و توی حساب‌های دمو فعلا داره کار میکنه که اگر یک تایید یا همکاری از طرف یک بروکر بگیریم که باش حالا شیر میکنیم مبحث رو و اطلاعات رو میدیم و سعی میکنیم باشون همکاری کنیم. و اینکه وقتی یک استراتژی سوددهی دارین، شما نمیتونید مثلا توی بروکرهایی که بالا به ایرانیا خدمات میدن روش زیاد حساب باز کنید. چرا؟ شما باید یک رابطی داشته باشین که اجازهش رو بگیرین. شاید مثلا به 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر رو ببرید و هر کدوم سرمایه گذاری کنن و یک مبلغ خیلی بزرگی بشه، چون معاملات یکی هستن، برای شما مشکل ایجاد میشه و میتونن دستکاری کنن یا اتفاقات دیگه برای شما و کسایی که روی پروژه شما یا اکسپرت شما یا خیلی چیزهای دیگه سرمایه گذاری کردن به مشکل بر بخورید. مجبورید که حالا تک بعدی فقط برای خودتون کار کنه و اگر بخواید سرمایه گذار بگیرید یا بفروشید، مجبورید که با اون بروکر حالا در ارتباط باشین، با اون کارگزاری در ارتباط باشین که اتفاقاتی از این قبیل براتون پیش نیاد. و توی این ویدیو نمیخوام، حالا چون اولین ویدیوم هست داخل یوتیوب برای امسال، میخوام در مورد چند تا نکته خیلی مهم با همدیگه دوستانه حرف بزنیم. ببینید، اگر تازه شروع کردیم بازارهای مالی رو و دوست داریم به سود برسیم، دنبال سود مستمر هستیم، توی سوشال مدیا شما باید حالا توی یوتیوب یا اینستاگرام که کلا خیلی محتواش زرد شده تا این یکی دو ساله که بیشتره، ولی حالا میتونی از یوتیوب مبانی و مباحث رو مثلا برداری و ازش استفاده کنی. مثلا من 100 تا ویدیو میسازم، توی یکی از ویدیوهام شما یک مبحث رو متوجه میشین، یاد میگیرین یا یک سرنخی دست میگیرین و همون رو ادامه میدین و به سود مستمر میرسید. من معتقد به اینم چون بازارهای مالی بستگی به شخصیت افراد داره، نمیتونیم به هم دیگه دیتا رو کامل انتقال بدیم. چرا؟ من یک استراتژی دارم باش کار میکنم، شیر کردم، 3000 نفر تو یوتیوب دیدن، 2-3 نفر پیگیر شدم، اومدم مثلا تو اینستاگرام منو پیدا کردم و ازم سوال پرسیدن که آقا اینجا رو چیکار کنیم. اون 3 نفر از 3000 نفر مبحث رو درک کردن، اون موضوع رو درک کردن، ولی خیلی سطحی مثل ویدیوهای دیگه هم نگاه کردن و رد شدن. توی ویدیوهای دیگه هم همچین صدقی میکنه و مثلا من خودم محتوا میبینم در مورد مثلا ساخت اکسپرت، مثلا آقای پورسمدی یک ویدیویی رو قرار داده بود داخل چنلش، من نگاه کردم، شاید اون ویدیو رو نمیدونم 300,000 نفر دیدن، چند هزار نفر دیدن. برای من کاربردی بود که من تونستم اون پروژه رو تکمیل کنم و حالا یک اکسپرتی هست که نزدیک 6 ماه دارم بک تستش رو میگیرم و فعلا مثبت بود. بعد اون ویدیو درصد بردش رو خیلی بیشتر افزایش دادم و اون مباحثی که گفته بودن خیلی به من کمک کرد و باعث شد که این پروژه بهتر بشه. ببینید، به یک جایی میرسید بعد یک بازه که احساس میکنید دیگه اطلاعات زیادی توی مثلا سوشال مدیا و حالا گوگل نیست و شما نمیتونید دیگه بیشتر از این رشد کنی. به یک جایی میرسی، توی یک جایی وای میستی که احساس میکنی داری بر مثال یک پروژه رو تکمیل میکنی، یه احساس میکنی از اون به بعد دیگه هیچ اطلاعاتی نیست که به تو کمک کنه و اونجاست که افرادی حالا توی سوشال مدیا فعالیت میکنن، یه روزنه یک سرنخهایی به شما میدن اگر به اون جایگاه برسی. و واقعا گفتم اگر دنبال سود مستمر هستین، خیلی از سوشال مدیا فاصله بگیرین، چون ما داریم بر اساس قیمت معامله میکنیم، یعنی هیچ دیتای زیادی نداریم. لولی که ما بهش دسترسی داریم لول 1 میگن اصولا بهش، لول 2
اونایی که با حجم دارن کار میکنن، با نرم افزار نینجا تریدینگ اگر اشتباه نگم، با اون برنامه دارن نگاه میکنن و اوردر بوک ها رو همراه با حجم ها رو، اوردر ها رو اکثرا میبینن. یه دونه هم لول 3 داریم که دسترسی صرافی ها بهش دسترسی دارن. مثلا اگر لول 3 بایننس رو شما داشته باشید، بتونید حجم ها رو ببینید به صورت خیلی دقیق، میتونید برد بیشتری توی معاملاتتون داشته باشید. ولی خب اینا یه نوع فضایی رویایی هستند، هیچ موقع نمیشه به اونا دسترسی پیدا کرد. شما دارین با قیمت معامله میکنید و توی گذشته نگاه میکنید، چون قیمت تفکیک شده به چارت، ما داریم فقط کندل رو میبینیم و داریم بر مثال میگیم وقتی، خوب گوش کنید، وقتی میگن RTM و فلان و اینا هزار تا اسم در آوردن، میگیم وقتی قیمت مثلا یک بالایی میزنه و طی مثلا چند ثانیه میاد این رو به بریک ایوین خودش برمیگرده، بر مثال الگوی X تشکیل شده، اون حرکت قیمت رو اسمش شد یک الگو. پس ما داریم کلا با دیتا سناریوهایی که توی گذشته اتفاق افتادن رو اومدیم اونها رو برداش رو حساب کردیم، دیدیم مثلا این برد بیشتری داره، شده یک الگو. بر مثلا این رو بگیم وقتی که قیمت از نقطه X شروع میکنه میاد به Y، دوباره برمیگرده به X، دوباره میاد توی Y، این سناریو تشکیل میشه، مثلا بهش میگیم که آقا مثلث تکمیل شد، ساختار مثلثی هست و اگر از بالا بشکنه، X ها رو بشکنه میتونه صعود کنه، اگر Y ها رو بزنه بیاد پایین‌تر میتونه نزول. ببین همه چیز قیمته، یعنی دیتای زیادی دست ما نیست که ما بخوایم بر مثلا یک چیز ماورایی درست کنیم. با همین قیمت و اتفاقاتی که توی گذشته روی قیمت افتاده ما میایم تحلیل میکنیم و عمل میکنیم. سشن و اخبار اصلا بحثش کاملا از این موضوع شده است، من بحثم تکنیکاله و اینکه چیز خاصی شما نمیتونید توی این لول 1 پیدا کنید. این رو به اونایی میگم که مثلا خیلی فکر میکنن، چون خودم توی همین ذهنیتی بودم، فکر میکردم یک روز یک چیزی رو پیدا خواهم کرد که مارکت رو جارو میکنه، از اینجا میزنم میره اونجا، از اونجا شورت میگیرم و فلان. یه همچین تفکری داشتم. بعد دیدم نه، اصلا اینا نیستم، موضوع اصلا یه چیز دیگه است. من دیتایی ندارم که بخوام روش کار کنم. شما اگر دیتا رو داشته باشید، برای مثلا از حجم کمک میگیری، از اوردر بوک کمک میگیری، نمیدونم از قیمت کمک میگیری، این شد دیتا که شما 2-3 تا دیتا داری. وقتی با چارت داری نگاه میکنی همونه دیگه، فقط قیمت توی گذشته اتفاقاتی که افتاده میتونه توی آینده هم اتفاق بیفته. یک مبحثیه که همه توی دوره هاشون گفتن و شنیدیم و میدونید. خب پس دنبال یک چیز ماورایی نباید باشید، یک ستاپی برای خودتون بچینید، پیدا کنید، یک ستاپ بسیار ساده و بیس پیدا کنید، مدیریت سرمایه خودتون رو روش اعمال کنید، روزانه 2 الی 3 تا معامله بزنید توی حالا سشن های مختلف که حالا بستگی به خودتون داره که توی چه تایم بتونید عمل کنید. پیدا کنید، سعی کنید توی تایمی که حجم مارکت خیلی زیاده معامله کنید، چون موقع اکثرا روندی هستیم، شرط تریدینگ رنج رو نداریم و این باعث میشه که شما تکلیفتون مشخص بشه زودتر، یا خیلی زود ضرر میکنید یا اینکه حالا به نتیجه میرسید و سود میکنید. کلیت مارکت اینه که بعضیا داخلش سردرگم هستن و دنبال چیزهای ماورایی میگردن. توی لول 1 هر کم بگه آقا من یک دیتایی دارم که 100%، 90%، 80%، باور نکنید هیچ دیتایی وجود نداره که به این شکل عمل کنه. شما حتی 30 به 70 هم توی ریواردهای 3-4 کار کنید، باز اون برد رو دارین. 30 منظورم درصد برد هاتون بود، اون برد رو دارین و میتونید سودده باشید. مشکل اینجاست که یه نمه این مارکت رو توی ذهن ما خیلی بولد کردن. درسته سخته، ولی شما فکر کنید 1000 نوع دیتا دارین توی ذهنتون، نمیدونم الگوهای مختلف رو میدونید، RTM رو میدونید، ICT رو میدونید، 1000 تا چیز میدونید و میخواین یک معامله بگیرید، همش رو دارین تفکیک میکنید. شما اگر تک بعدی عمل کنید، بگین اگر این اتفاق افتاد من میخرم، اگر این اتفاق افتاد من میفروشم، با این مدیریت سرمایه با زمان مشخص و تمام، دیگه چیزی نمیمونه. همه دارن یعنی به این سبک کار میکنن، هیچ کار خاصی به نظر من انجام نمیدن.
امیدوارم که حالا این توضیحات و حرفای دوستانه به کارتون بیاد و ازش استفاده کنید. دوست داشتین میتونید چنل رو سابسکرایب کنید و اون لایک رو بزنید، زنگوله رو بزنید که از این به بعد کلی ویدیو با هم دیگه خواهیم داشت. دوستتون دارم. یعنی خدا نگهدار.